باید کلی که مدو چهار بغل خود از یک جای که روزی حلال درست میاد چهار بغل خود پاک نگاه کنه. زیاتر خلک کامکاری وکړي کنه مونږ ته په دغه په دې ساحه کې به بیخي جنګلي ونه اینه خو مونږ ته دا خلک کامکاری نه کوي چې موږ سره دغسې موږ په دغه ساحه کې مصروف یو خپله د ساحه پاک ساتو. آدم دکان قلاش میکنه و مندازه میرم در جانش میگم چرا این کار میکنی میگه بدری وظیفه توست و معاش میگیری. همکاری هم وطنای ما است، همکاری مسئولین هم است، واقعیتش تا اندازه. هموطنان نازنین سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم در هر جایی که هستین صحت و سلامت باشین. تمنا دارم ایام پربرکت ماه رمضان تا این دم با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. نازنین امروز ما آمدیم در مکرویان شهر کابل مربوط چهارراهی عبدالحق و شما هم در جریان برنامه مشاهده خواهد کردین که بسیار اینجا تغییرات مثبت ایجاد شده و همچنان خیلی این ساحه پاک و منظم است از هر لحاظ که حتی کثافت اینجا بچه‌شم نمیخوره خوشبختانه. و ما هم کوشش میکنیم که صحبتایی داشته باشیم با هموطنان نازنین ما در رابطه با نهادینه شدن فرهنگ شهری و فرهنگ شهرنشینی. شما هم بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. ما هم میریم صحبت‌ها می داشته باشیم با هموطنان نازنین ما. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ جان جور است، خسته نباشی. والی خود جان خوب هستی؟ صدمن جان جور صدمن. زنده باشی. نامتان و چی کار میکنین؟ نام محمد قاسم. خب خودت هم اینجا کار میکنی؟ بله آقا. چی کار میکنی؟ اینم جوس پیپسی میفروشم. خب ما که میبینیم پیش روی همی کراچی خودت بسیار پاک و منظم است و در ساحه هم که کار میکنی خیلی پاک است. دلیل همین چیز کاکا جان به نظرت؟ باید کلی که مدو چهار بغل خود از یک جای که روزی حلال درست میاد چهار بغل خود پاک نگاه کنه. بله آقا. خب بعضی کسایی که این موضوع را در نظر نمیگیرن، چه دکاندار هستن، راننده هستن یا خانواده هستن، پیامت به اونا چی است؟ با ما پیام برای واز چهار بغل خود باید پاک نکنه شهر ما خانه ما. بله. خانواده‌ای که زباله های خود در جاهای نامناسب مندازن، مثلا در جوجه ها مندازن، در کثافت دانی نمیبرن که انتقال بدن، پیامت به اونا چی است به عنوان یک شهر؟ پیام ما برای واز که باید شهر ما خانه ما در بغل پارت که ما جایی که دولت مناسب بخش کنه همونجا بگیره، در پاکت بگیره، همونجا بچه‌ش یا خودش باید پارت. زنده باشی، سلامت باشی، از نظریات تحلیلت بخیر باشی، سلامت باشی. سلام کاکا جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ همشیره خوب هستی، بخیر هستی، خیرتی خسته نباشی، خوب هستی؟ من یک نفر شهرولی از نای دوام هستم. خب خودت چند سال میشه که اینجا کار میکنی کاکا؟ تا آخر 35 سال میشه. خب 35 سال میشه. چطور از در اواخر هم وطنام رایتان همکاری میکنن چون ماه مبارک رمضان آمد و چقدر تغییرات آمده در نسبت به 3 سال 4 سال اگر مقایسه کنیم؟ خوب است، صفایی خوب شده است، مردم همکاری میکنن. خب صفایی. خب کسایی که دکاندار هستن همینجا مثلا کراچی دارن کار میکنن، آیا اینا هم همکار هستن؟ بازش میکنه بازش نمیکنه. خب گوش که میفهمد صفایی شده یک خلطه مندازه یک بغلک میمونه، بسیاری جان خانواده باشه در این سرک میپرته. خب کسایی که 100% مردم همکاری نمیکنه. کسانی که زبالای خود در جای نامناسب مندازن، کار برای شما سخت میسازن، چه خانواده ها هستن و چی شهروند هستن، پیامت به اونا چیست؟ ما خودشان نگه فکر کنن نگه شهرولی که از ملت از کلاگی است، صفایی بر کلاگی است. زنده باشی، بخیر باشی. بیشتر صحبت میکنیم با بیادر دیگه. من سلام، خسته نباشی، خوب هستی؟ جور هستی، بخیر هستی. اسمتان؟ اسمم گل محمد. چند سال میشه در بخش شهرولی کار میکنی؟ دلتا یو شپک کالا کیږي. شپک کالا کیږي.
خب چطور است کسایی که در این ساحه زندگی میکنن باز همکاری میکنن؟ والا که زیاتره خلک همکاري وکړي کنه مونږ ته په دغه په دې ساحه کې به بیخي جنګلي ونه اینه خو مونږ ته دا خلک همکاري نه کوي چې موږ سره دغسې موږ په دغه ساحه کې مصروف یو او خپله د ساحه پاک ساتو. خودت روزانه چند ساعت کار میکنی؟ در ماه مبارک رمضان و قبلا چند ساعت کار میکردی؟ بگه 8 بجې راځو تر 2 بجو پورې وظیفه اجرا کوو بعد له 2 نظیري مرکو بیا ځو او بوزه کې سده بیا 8 بجې راځو تر 4 پورې وظیفه اجرا کوو. کسانی که زباله خود در جای نامناسب مندازن مثلا چی راننده هستند و چی خانواده ها هستند و کار برای شما هم سخت‌تر میسازن و ای که نه تنها پاکاری اگه وظیفه شماست حفظش مربوط شهروندا میشه. خودت چه پیامی داری با اوی در خانواده؟ ما به این مردم زو خلکو ته دغه پیغام لرم لکه سراچا د مثال لکه هم خلک چې په دې لاره راځي دوی چې غواړي چې په سړک کې واچي باید چې کسبداني ده کسبداني کې خطا کی. خب چقدر تفاوت کرده مثلا فرهنگ شهری چگونه میبینی؟ آیا تغییرات آمده ده یا خیر یا خیر؟ منتاس امارت اسلامی سره راغلی ده دغه درې کاله کېږي په دې 3 کاله کې ډېر تغییرات راغلی ده مونږ ته د هر شی چې د سړکونه شروع دي کارونه شروع دي مونږ ته خدای مهربانه د نور هم کارونه پیشرفت وکړي شروع شي انشالله بخیر سلامت باشی بخیر باشی با امید از اینکه همه هموطنا همکاری کنند بخیر سلامت باشی تشکر از شما هم سلام خسته نباشین خوب هستین بخیر جانتان سلامت باشین در ابتدا اگر از شما یک معرفی داشته باشیم نامتان و باشنده کجا هستید روح الله هستم از ولایت لوگر دیگه کارمند نای نوی شاروالی کابل باشی عمومی نای نو هستم دیگه 22 سال میشه که فای وظیفه می نمایم همیشه در نای نو. خب در این قدر مدتی که شما در بخش شاروالی کار کردین چطور دیدین همکاری هموطنا را چقدر فرهنگ شهری تغییر کرد از لحاظ نظافت نظر در مورد چیست؟ والا نظر من در این مورد همیست که مردم که ما همکار نیست ما همه تو پخته میگم ما همه تو دگرکی به خاطر که یک آدم دکاندار جنگلی را میگیره در دم دکان خود از دم دکان قلاش میکنه اونو سمندازه میرم در جانش میگم چرا این کار میکنی میگه بدری وظیفه توست و ماش میگیری نه خیری حرف ما نمیخوایم دخالت هم کنیم اما به عنوان یک شهروند میخوایم بگوییم که اگر وظیفه شما پاک کردن از وظیفه ما شهروندا همکاری کردن ما به صدا تا شمتو دیدیم شنیدیم ما باشی عمومی سو ما میفهمم ما دوله ماندیم دوله 7 متر مکر اینی دوله را مانده من میارن در داخل اینی دوله نمندازن در بغلش مندازن در دولای کلان جنگلی را میارن در مگرد دوله مندازن میگمشون که در داخل دوله پرتی میگه بدری وظیفه شماست دکاندار اگر بیادر خانه والاست اگر کراچیوان است اگر هر کس است که ما کس همکاری نمیکنه. خب پیام چیز به اون پیام من همیست که باید یک به شاروالی سیل نکنیم که شاروالی بیای والا پیشوی دکان مرا پاک کنه سایز تو پیشوی دکان تا جمع کو جارو کو مکای کراچی من پیشوی دکان تا پاک میکنم اینی یک نوع همکاری است جنگلیس که آوردی بیادر در کراچی میاری یک دانه یک بیلم کتید بیار در زیر دوله انداختی امور بیادر بگه که بیل در دوله پرتینی همکاری است یکی بدگه باید همکار باشیم انشالله بخیر با امید از اینکه همه هموطنان ما از همشهریای ما اینمیست که یک به شاروالی سعی نکنن سعی که یکان 30 میلیون نفوس است نام خدا ما جمله 3500 پرسونل هستیم اگر 3500 پرسونل تو تقسیم که به 30 میلیون یا 35 میلیون که در یک شاروالی چقدر نفر میرسه این امیرم باید آدم مد نظر داشته باشه با امید از اینکه همه هموطنان عزیز ما در قسمت پاکی و نظافت جایی که زندگی میکنند با مسئولین همکار باشند زنده و سلامت باشید تشکر از شما تشکر زنده باشید هموطنان نازنین در کنار ما یکی از صرافای شهر کابل هستند در مکرویان و ما شما مشاهده میکنیم که اینمیجا رفت آمد موترها از بسیار کثافت اینجا به نظر نمیرسه
خیلی پاک است. بیشتر صحبت میکنیم با حاجی صاحب که ببینیم چی گفتنی های دارن. سلام حاجی صاحب، خوب هستی؟ جان جور است؟ خوب هستی. زنده باشی. در ابتدا خودتان همیشه معرفی داشته باشیم. اسمتان؟ اسم ما زلگای. خب باشنده کابل هستید؟ بله باشنده کابل هستیم. کجای کابل میشینید؟ ما کارتینو. خب کارتینو. خودت همینجا صرافی میکنید در کنار جاده. بله. و چهار اطرافتان که ما میبینیم بسیار پاک است. این همکاری هموطنا است، همکاری مسئولین از نظر در مورد چیست؟ همکاری هموطنای ما مثلا همکاری مسئولین هم است، واقعیتش تا اندازه را. یک تعداد مردمی که هست بعض وقت کثافت هم اندازه دمی شار. اما بیچاره که وظیفهش هست گو بیچاره خو میاد پاک میکنه. خیر ببینن واقعیت پاک میکنه، بسیار کوشش میکنن که پاک شود. خب بازم شکر است، هزار بار شکر که وطن ماست. باید ما دل ما هر برادر بسوزه دلش در این وطن که باید کوششش باشه، صفایی شهر بعد هر چیزش اشتراک داشته باشه. حاجی صاحب همینجا که شما در کنار جاده هستین، بعضی از راننده ها هستن، خداوند هدایتشان بده و همچنان کسایی را که اینا انتقال میدن از یک مسیر به دیگه مسیر، همون زباله های خود مندازند روی سرک. پیامت به اونا چی؟ با او پیام همیست از باید همی جایی که صندوق زغاله است باید دمو پرده، در سر سرک نپرده، هر برادری که میکنه نپرده باید. خب خانواده ها همچنان هستن. من تو خانواده را میشناسم که یعنی اونا زباله های خود حتی از پشت خانه یک همسایه میگیرن و پشت خانه دیگهش میمونن و یعنی بسیار یک تجربه است که من خودم به چشم خود دیدم. ما خودم بله. خب گفتنی خودت به اونا چی است؟ گفتنی ما در اون برادرها هست که همون اشتو که هست، هر کسی که هست، خورد و کلانی که هست باید این کار خوب نیست، مناسب نیست دیگه. هی بدون چی باید ایرا نکنن. هر برادری که هست، هر اشتوکی که هست، هر کسی که هست باید این کارش غلط کنه. بله امی مثلا جایی که ما زندگی میکنیم اگر پاک باشه، صفا باشه، نمادی از فرهنگ ما را نشان میده. نظر خودت در این مورد چیه؟ باید ایرا کوشش کنه هر کسی که در یک منطقه محیط زندگی میکنه صفایی باشه، باید پاکی باشه. اگه در هر کوچه می باشه، هر خانواده باید کوشش کنه اولاد خود نصیحت کنه که بچم اینمی چیزی را که تو میبری در جایش برسان، نه در پشت خانه مردم بان. اگر همینجا پر از زباله باشه مانند بیشتر ساعت کابل، خودت هم نمیتونی همینجا بشینی و کار کنی. بله یک چیز واضح است. این خود یک چیز واضح است که در جایی که چیز چتلی باشه هیچ کس نمیتونه که در اونجا بشینه. این حوالش اینمی جوی است، امیال هاو دایی دند است. این امیال با خدا حزبوی ما نمیشه ششتا بیشتر نتونستم. لالای من گفتم که اینجا اون از حقش نیست که تو بشینی، حقش نیست که ما بشینیم، مگر ما مجبور هستیم از خانه خود میبریم. این ادمی سر صبح نمیشه ما ششتیم با والا که گفته چی امیال ما $100 خریدیم، ما 10 نفر فامیل هستم، همین فامیل من بیگاه که من میرم خونان میدرم. مشکلات ما این همی هست. در این وطن یک کار جور شود، یک واقعیت یک دستگاه های جور شود که مردم همش در کار باشه دیگه. این همی انشالله بخیر، انشالله بخیر، هم مشکلات حل میشه. سلامت باشی و زنده باشی. تشکر از گپای نیکت. بخیر. هموطنان نازنین در رابطه با فرهنگ شهری و ای که هموطنان نازنین ما زباله های خود در جای مناسب بندازند و طوری که شما مشاهده میکنید در کنار ما یکی از صرافایی است که اینجا کار میکنه و در یک محل پاک نشسته. بیشتر صحبت میکنیم با خودشان که ببینیم نظریات خودشان در این مورد. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ علیکم بخیر، وایساتون خوب است؟ بخیر باشی. نامتان، باشنده کدام ولایت هستین؟ نام محمد نعیم است، باشنده یکتوت می باشیم. دیگه دمی سرک مطبع کار صرافی میکنی. خب صرافی میکنی. همین جایی که خودت صرافی میکنی در کنار سرک ماشاءالله پاک است. گفتنی خودت چی است که تمام ساحات کابل باید به این شکل پاک باشه؟ هموطن عزیز ما مانند باشنده های مکرویان باید پاکی و نظافت مد نظر بگیرن. گفتنی ما اینمیست که بسیاری مردم
در موتر خود که جوس پیپسی گپ سخن میخوره در پلاستیک مندازه پاکتش با در سر سرک مندازه در جای میمونه دینمیت راسته آن یک دوله سد جنگلی است اگر مردم خودش باید نظافت مراعات کنن نگه خب اما کسایی که مراعات نمیکنن چی گفتنی داری؟ گفتنی ما این نیست که امی حساب چیز شهرنشینی که بفهمه یعنی ما در شهر هستیم زندگی ما دیگه ما اینجا ولایت نیست که در پشت کوچه جنگلی را پرتی در سر سرک پرتی دیگه والا در ولایت هم خوب نیست دیگه که آدم در جای نامناسب بندازه اونجا مردم باز مردمش که زندگی میکنه باز قای چیز نمیکنه در پشت کوچه خود میگیره من دازه برو میکنه کی چیز است دیگه اینجا شهر است بعد قانون شهر را مراعات کنه. خب بسیار نظر نیک دادین و همینجا بسیار پاک است ساحه مگرویان دلیل همین چی است؟ آیا فرهنگ شهرنشینی هموطن عزیز ما بیشتر است یا که مسئولین خوبتر کار خود انجام میدن؟ خودت چی نظر داری؟ اینجا خب مسئولین 24 ساعت است از طرف شو جارو میکنن صبح اینمی جنگلیش جمع میکنن دیگه دو نفر معذف از چاره ابلاغ تا چاره مسعود معذف است که 24 ساعت کراچی دادشون جمع میکنن جنگلی و گپسخانه حساب سرسبزیش از شارواله چاره سرسبزی اینمی چیزی که گلدانای سرک اون سبزه شونده یک روز با تو میته دیگه اون مربوط چاره سرسبزی میشه. زنده باشی بیادر سلامت باشی با امید ای که همه هموطن عزیز ما در قسمت نظافت و جایی که زندگی میکنن همکاری داشته باشن. بخیر باشی تشکر از شما که کدام مصاحبه کرده. زنده باشی بخیر باشی. اگر در اخیر کدام پیام داشته باشی کامرا در خدمتتان است. پیام ما این میز به مردم که پیام ما این میز به مردم که مردم خودش بفهمه که ما در شهر هستیم زندگی در شهر میکنه جنگلی را به جای نندازیم دیگه خود مردم بفهمه که باید تنها مسئولین دیگه نمیتونن به خلا نفوذ رسیدگی کنن. به خاطر که مسئولین خود نمیتونن ما که مسئولین زادست نتیم مسئولین نمیتونن باید ما خود ما همین کار کنیم که جنگلی را کثافات در کجا پرتیم همون جایی که میشنیم چهار تا بغل خود پاک کنیم دیگه این تنها به مسئولین نیست که مسئولین پاک کنیم خود ما همه شهروندا یعنی سهم بگیرن هم شهروندا این وطن باید سهم بگیره ان شاء الله بخیر زنده و سلامت باشید بخیر باشید. هموطنان عزیز قسمی که شما میبینید جایی که من ایستاد هستم بسیار آب و هوای پاک صاف منظم است و همچنان شما میبینید که بسیار در این ساحه ازدحام است ماشاءالله بسیاری ساحه پاک شده از لحاظ نظافت و همچنان بیشتر هموطن عزیز ما در قسمت پاکی و صفایی اینجا سهم دارند و ماشاءالله فرهنگ شهرنشینیشان خیلی بلند رفته و در جایی که من قرار دارم بسیار پاک است منظم است نه تنهایی که یک ساحه کابل بلکه باید همه هموطنان ما تلاش کنند که در تمام نقاط کابل و ولایات نظافت مد نظر بگیرند چون نظافت جز ایمان است و ما هم افسوس از این نخوریم که ایران پاک است مثلا روسیه پاک است چین پاک است و سایر کشورها بلکه دست به دست هم بدیم و کشور خود پاک بسازیم. ما هم ناگزیر هستیم که در این قسمت برنامه خود به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چنل یوتیوب سلک رو تایم لایک کنید سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازید تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمعی از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم همه تان به الله پاک و بینیاز ضمانت میکنم. وقت همه تان خوش.